الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. از سخنان زیبای مهمانمون جناب استاد فقه و حدیث مولانا عبدالصمد دامنی حفظه الله داور شرعی ایران شهر و مدیر مدرسه حقانیه ایران شهر استفاده کردیم و آیه حضورتون تلاوت شد و پیرامون این آیه جملاتی را شکسته خدمت شما عرض می شود که ما یک دور عمل داشتیم که دور زرین و دور طلایی و عصر نبوت هست و عصر خاتم النبیین و این دور و عصر بسیار طلایی بود، بسیار ارزشمند بود. او زمانی که خلیل خدا و حبیب رب العالمین آخری پیام رسان که پیام‌های الهی را برای نجات بشریت و انسانیت به بشر رساندند از جانب الله تعالی، در میان جامعه و مردم حضور داشتند و تشریف داشتند. این عصر و این دور ایمان بود، دور عمل بود، دور اخلاق بود، دور کردار و رفتار نیک بود. بهترین دور و بهترین عصر و بهترین زمانه بود و
دوری بود که حرف و عمل هر دو تا برابر بودند و حرفها خالی نبود، تو خالی نبود، ادعا نبود، بلکه عمل بود. مردم اون دور بی ادعا بودند، کم ادعا بودند، ولی عامل بودند و عمل می کردند. او دوری بود که مردم در مسیر صحیح، مسیر درست و مسیر حق و مسیر واقعی قرار داشتند. تکتو که در اون عصر هم پیدا بود، اما اونها بسیار قلیل بوده که به حساب نمی آید. دور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست، دور صحابه کرام و اهل بیت اعظم، او اهل بیت که صحابه و بالاترین فضیلت در میان اهل بیت برای اون اهل بیت که در عصر خود نبوتند و فیض یافتگان خاتم النبیین، مدرسه نبوت، دانشگاه نبوت اونها تحصیل کردن. استاد و مربی مستقیما خود رحمت للعالمین بودند. او صحابه کرام که صحابه به کسی گفته می شود که ایمان بیاورد و با ایمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را ملاقات کنه و با ایمان از دنیا برود. لہذا او اصل او مؤمنانی که در حیات طیبه حضرت بودند، شما از قرآن بشنوید، قرآن را تلاوت کنید که قرآن قضاوتش چیه، قرآن چه میگه. هیچ سند توی دنیا اصلا وجود نداره که از وحی بالاتر باشد. هیچ چیزی، هیچ نوشته، هیچ حرف، هیچ سخن از وحی بالاتر نیست، از سخنان خود حضرت رسول صلی الله علیه و بالاتر نیست. و ما ببینیم که قرآن عظیم الشان در رابطه با اون مردم چه قضاوت کرده، قرآن چه فرموده است. شاگردی قرآن را بکنیم، زانو بزنیم جلوی قرآن عظیم الشان، زانو بزنیم جلوی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، به پیشگاه آن حضرت و ببینیم که آن حضرت نظرش چیه، آن حضرت چه می فرماید. بهترین شهادت شهادت خود الله تعالی است. شهادت بالاتر از شهادت الله نیست، قضاوت بالاتر از قضاوت الله نیست، قضاوت بالاتر از قضاوت محمد رسول الله نیست. اینا بالاترین قضاوت تا که الله تعالی اینجا من بنده آیه حضورتون تلاوت کردم و واقعا این آیات که انسان میخوانه و حیران میشه که تعبیر قرآن چقدر زیبایه، چقدر در رابطه با مردم عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم، در رابطه با صحابه کرام الله تعالی چه قضاوتی کرده و چه شهادت الله تعالی میدهد در رابطه با اینها. جنگ تبوک هست که یکی از سخت‌ترین جنگ هاست که رومی ها لشکر کشی کردند و لشکر رومی ها که یک ابرقدرت، یکی از ابرقدرت های زمان بود و بسیار حکومت وسیع و دولت وسیع، و این رومی ها تحریک شدند، اونها را کسان تحریک کردند که کار شما هست که مسلمانان را از بین ببرید. این
جریان که را افتاده است، جریان نبوت، وحی آسمانی و دین اسلام، این مسئله از بین بره و لشکرکشی روم مواجه شده. لشکرکشی بزرگ که زیر قیادت خود هرقل پادشاه روم، فرمان روای روم هست، یکی از فرمان روایان بزرگ دنیای. و این آزمایش سختی بود. مسلمانان هنوز سر و سامان نگرفتند، هنوز قدرت و قوت کافی نداشتند که در مقابل یک قدرت ظهور کنند و بتوانند از خودشون دفاع کنند. این آزمایش بسیار لغزنده بود، بسیار تکان دهنده بود. و اما وقتی که آن حضرت اعلام کردند که ما با رومی ها در مقابل رومی ها می رویم، قبل از اینکه به خاک و سرزمین ما قدم بگذارند، به مدینه منوره وارد بشن، ما از شهر دفاع بکنیم، ما در مقابل اونها می رویم، به مرز اونها میریم مقابله می کنیم. و این وقت بسیار گرمی شدید بود. اون دیار حجاز و مدینه منوره و او گرمی او منطقه کویری و خشک که بین مدینه منوره و بین شام خیلی بسیار زمین گرم و بی آب و بی علوفا و که آبادی نداره، این سفر در پیش بود. و صحابه کرام جانانه آمادگی کرد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی آن حضرت اعلام کرد که نیاز هست به شتر که این مجاهدین اسلام و مدافعان دین خدا سواری ندارن، بلند شد گفت که 100 شتر با تجهیزات میدهد. بار دیگه که اعلام شد مجدد بلند شد گفت 100 شتر دیگه میدهم. بار دیگه اعلام کرده گفت 100 شتر دیگه میدهم. و چه عملی انجام داد حضرت عثمان اون روز که نزد الله پسندیده بود. و حضرت ابوبکر صدیق رفته هر چه زندگی داشت برداشت آورد. حضرت ابوبکر صدیق مال زیادی نداشت، حضرت عثمان مالدار بودن، ولی تمام داراییان حضرت وقتی که مال او را دید، اسباب او را متوجه شد که این خانه چیزی نگذاشته. گفت شما چی گذاشتید در خانه؟ به حضرت ابوبکر فرمودن، گفتن که نام خدا و رسول را گذاشتن. حضرت عمر می فرمایند رضی الله تعالی عنه که گفتن امروز گفتن که از ابوبکر صدیق هم سبقت بگیرم و من زندگیم را نصف کردم آوردم. گفتن که حضرت عمر گفتن که شما چه کار کردید؟ گفت نصف زندگیم را، درست زندگیم را نصف کردم، والم را نصف گذاشتم برای زن و بچه، نصف دیگر آوردم. و اون روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و همین نتیجه رسید که با حضرت ابوبکر نمیتونه مسابقه بده و رقابت بکنه، ولی حضرت عمر نصف زندگیش. تمام صحابه اکثرا به همین عمل انجام دادن، ایثار کردن، قربانی دادن. و این لشکری که هم در حیات طیبه و در تاریخ حیات و زندگان بزرگترین لشکر، اینا تجهیز کردن و اینا امکانات برای این فراهم کردن. و چقدر این
سفر سختی بود. 700 کیلومتر از مدینه تا تبوک و حالان که اتوبانه و او زمانه این راه پیاده و راه شتر و راه بیابان بوده. این سفر طی کردم پیاده و با شتر در مقابل رومی ها و وقتی که اونجا رفتند اونا حیران شدند، وحشت کردن رومی ها. اونا لشکر فراهم کردن، لشکر آماده بود که به سمت مدینه حرکت کنه. خبر لشکر شنیدند، اونها ماندن به جای خودشون. وقتی که اینها را دیدن ترسیدند، وحشت کردند، عقب نشینی کردند، از جنگ منصرف شدند. پادشاه روم نامه نوشت به آن حضرت که من به شما ایمان آوردم. آن حضرت فرمود که دروغ میگه، ایمان نیاورده است. او تحقیق کرد و به همین نتیجه رسید که آن حضرت خاتم آخرین نبی خدا است. ولی گفت که من میترسم از رومی ها که حرف من قبول نمی کنند و حکومت خود من به خطر می افته. آن حضرت ماندن اونجا و لحظه بعد که مقابله نشد و اونها برگشتن حضرت صلی الله علیه وسلم. اینجا الله می فرماید چقدر زیبا قرآن ترسیم میکنه و واقعاتا که وقتی قرآن بیان میکنه چقدر زیبا بیان میکنه. لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار. الله رجوع کردن و توبه حضرت رسول و رجوع حضرت رسول را به سوی خداست. و مهاجرین و انصار، این دو لفظ چه اندازه جمله محبوبان و پسندیدن، چه عنوان زیبان. مهاجر اونایی که از مکه و از بلاد غیر اسلامی هجرت کردند و به مدینه منوره آمدند برای نصرت آن حضرت، برای نصرت دین الله تعالی، برای یاری خدا و رسول آمدند، شتافتند و به مدینه منوره آمدند. این مهاجر بودند. خود آن حضرت مهاجران و انصار اونهایی که در شهر مدینه و اطراف زندگی می کردند و اونها بیاری خدا و رسول برخواستند، بیاری مسلمانان و مهاجران برخواستند. الله اینها را تذکر می الذین اتبعوه فی ساعة العسرة، در ساعات سخت و در لحظات سخت اونهایی که از آن حضرت پیروی کردند و اتباع کردند. لحظات سخت بود، بسیار مشکل بود. یک یادم واقعی آمد که یکی از فرزندان صحابه گفت به پدرش که کاش ما در حیات طیبه آن حضرت زنده بودیم که ما آن حضرت را به شانهای منحمل می کردیم، فلان می کردیم. گو ای پسر این آرزو را نکن، این تمنا را نکن. سخت بود، آسان نبود، سخت بود. قرار گرفتن در کنار آن حضرت و برخاستن به حمایت از آن حضرت و از دین، در حالی که دین مورد هجوم دشمنان او روز بود. قبایل عرب بودند، قدرت‌های دنیا بودند، همه با نور خدا مخالفت کردند و می‌خواستند این نور خاموش بکنند. مطلب این همین بود. گفت که ای فرزند این آرزو را نکن که او روز سختی بود. عزیزان، اینها را صحابه کرام، اینها در سخت‌ترین شرایط آن حضرت را یاری کرده. اون روزی که آن حضرت از علی را وقتی خواست هجرت کنه، وقتی دشمنان خواست حضرت را به قتل برسانند، نمایندگان قبائل
برای مشارکت در قطر آن حضرت جمع شدند و آن حضرت دستور هجرت داده شد و به غار ثور رفتن. از علی را به جای خود امانتهای مردم را، امانات را به دست حضرت علی سپردند و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را فرمودند که اینجا جای من بخواه، دشمن متوجه نشه که آن حضرت رفته و رخت خواب خالیه، امانات ادا کن. اونجا اون لحظه سخت بود که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به جای آن حضرت خوابید که اگر خطری اینجا تهدید بکنه جان علی را تهدید بکنه، نه جان محمد رسول الله را. و او در اون لحظه حضرت علی نمیدانست، متوجه نبود که آینده چی پیش می آید، خدا میدانست. ولی حضرت علی در اون ساعت ایثار کرد و قربانی داد و ابوبکر صدیق را که آن حضرت با خود بردند و تمام زندگی و اموالش را برداشت و برای فرزندان چیزی نگذاشت و در سخت‌ترین لحظات در خدمت آن حضرت بود. روایت می آید که او شب که می رفتم به سمت غار ثور، گاهی ابوبکر پشت سر بود، گاهی جلو می رفت. آن حضرت گفت چرا گاهی جلو می رید گاهی پشت سر؟ گفتم من می ترسم که جلو اینها کمین نگیرم، من جلو را می پایم که کسی نباشه، پشت سر را می پایم که از پشت سر ما کسی مرا تعقیب نکن. و حضرت ابوبکر بسیار همانطور که یک کسی که محافظ بسیار وارد و بسیار قربانی دهنده عمل بکنه، به نوع بهتر حضرت صدیق اکبر عمل کرد. و توی غار که رفتن فرمودن که شما اینجا به او غاری که میخواستن پناه بگیرن شما توقف کنید که من غار صاف میکنم کردن. و بعد که حضرت خواست داخل بشه گفت که اجازه بده یک سوراخ در غار باقی مانده. از لباس خود چیز جدا کردن و به دهن اون غار انداختن. او سوراخ که ماری و دیگه حشره موذی از اینجا بیرون نیاید. و در طول سفر هجرت قربانی دادن و حضرت ابوبکر چه میدانستن که آینده چه پیش می آید، ولی از رسول خدا حمایت کردن صلی الله علیه و سلم، از دین نصرت کردن. اینا با اخلاص. صحابه را به خود قیاس نکنیم، اهل بیت را به خودمون قیاس نکنیم، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر هر دو تا از یک ماده است، ولی زمین تا آسمان بین شیر و شیر فرق میکنه. بین ما و بین صحابه زمین تا آسمان فرق، بین ما و بین حضرت علی، حضرت زهرا، حضرت حسین، حسنین. اینا اهل بیت، خصوصا اهل بیت که صحابه و اهل بیت، همه اهل بیت انسان لائق و انسان صالح بودن. همه صحابه کرام اولیاء الله بودن. منافقین هیچ وقت در لیست صحابه قرار ندید. المنافقون که ایمان نیاورد و به ظاهر ایمان مصلحتاً کلمه ایمان به زبان آوردن، ایمان نداشتن. صحابه شاگردان مکتب آن حضرت، مدرسه آن حضرتان، شاگردان دانشگاه آن حضرتان، کسانی هستند که از خاتم النبیین مستقیما فیض حاصل کردن. اینها درجهشون بلنده، مقامشون بسیار والایه و اینها محبت کنید، به سیره اینها عمل کنید. ادعا نه، ادعا فایده نداره.
ادعای دوستی نباشه، عمل به سیره این آنها. مثل صحابه رفتار کنید، مثل اهل بیت رفتار کنید. امروز ادعا زیاده در میان مسلمانان، ادعای محبت صحابه و اهل بیت است، ولی از سیره هیچ خبری نیست. متاسفیم که امروز عطر نبوت، عطر محمدی که در سیره محمد صلی الله علیه و سلم، عطر او صحابه که در سیره صحابه، در عمل کرد صحابه، عطر اهل بیت که در میان اهل بیت، سیره اهل بیت بود، تقوای اهل بیت، دل سوزی اهل بیت، مردم داری اهل بیت. این امروز خبری از این نیست در میان مسلمانان. الله ما را به سیره پاکان برگردانه. من همیشه توصیه اینه که با صحابه و اهل بیت همه محبت کنید، و اگر محبت نداشتید حداقل دشمنی نباشه، نسبت به صحابه عداوت نباشه، نسبت به اهل بیت عداوت نباشه. اگر دوست نگرفتید، بغض صحابه توی دل شما نباشه، بغض اهل بیت در دل شما نباشه که اینا انسانای پاک بودن، اینا انسانای بیالایش. اگر امروز سیره صحابه، سیره اهل بیت، سیره حضرت علی، سیره حضرت ابوبکر و حضرت عمر، سیره خلفای راشدین، سیره حسن و حسین بود، اگر امروز عمل کرده حضرت زهرا و حضرت خدیجه و حضرات ازواج مطهرات، حضرات بنات رسول صلی الله علیه وسلم، ام المؤمنین در زندگی ما بود، ما به این صورت در نمی آمدیم، مسلمان به حالت نمی شد. نوبه فرمودن که امروز مهمانمون جناب مولانا تشریف داره، مولانا عبدالصمد حفظه الله تعالی، و اینا خدمت شایسته در مدرسه حقانی انجام میده. یکی از مدارس خوبه که توی وستان این مدرسه خوب درخشیده و زحمت میکشه عزیزان. حقشون هست که ما به اینها رسیدگی بکنیم. البته وقت هنوز کمی داریم، ولی به هر حال اینه کارتخان آورده و نمیدانم که کارتخان کار میکنه یا نه. متاسفانه کارتخان کار نکنه وظیفه ما سنگین تر میشه که هم باید در چادرها بریزیم آنچه داریم و دعای خیر هم بکنیم، و بعد اینجا بالاخره حوزه شما حسابداری حوزه بیارید و انشاءالله کارت بکشید و این مدرسه را کمک کنیم و مدارس دیگر. پارسال اینه نتوانستم بیاید، نشد. مولانا فرمودن که امسال همراهان مولانا فرمودن که سال دومی که ما نتوانستیم بیاییم و یک سال حساب 2 سال ما طلب بدهکاری که باید به عزیزم پرداخت کنیم. به هر حال این قسمت اول صحبتای و آرایش بنده بود و بالاخره امروزها صحبت از نمایندگان هست و از مجلس و ما گلایه مردم از نمایندگان مطرح میکنه. ما با دیگه صحبت ها حرفی نداریم که مردم، انتظارات مردم از مجلس چیه و مجلس برای چیه، فلسفه وجودی مجلس چیه، برای چه مجلس هم این مجالس در دنیا هستند، فعلمان ها که در دنیا ها برای چه مقصدی تشکیل میشه. و لحاظ این پارلمان مرکز نمایندگی مردم هست و در نظامهای دموکراسی نه استبدادی نه خودکامگی بالاخره نماینده که اینجا هم ماشاءالله اسمش مجلس شورای اسلامیه، بعد
این مرکز خانه ملت، خانه دولت نیست، این خانه حاکمیت نیست، این خانه ملت. و لحاظا اینجا دفاع از حقوق مردم هست و نظارت بر عمل کرد حاکمیت، نظارت بر عمل کرد دولت ها، نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت بر اجرای عدالت، چرا که عدالت در قانونه، و نظارت بر آزادی ها. الان فلسفه مجلس این شده بسیاری آقا فلانجا برق نیست، فلانجا آب نیست، فلانجا راه نیست. نماینده اونه که راه پیگیری بکنه، آب پیگیری، در حالی که اینا از کارهای اصلا مجلس نیست، از کار نماینده نیست. نماینده باید پیگیری بکنه که حقوق مردم، نظارت بکنه بر سیاست های داخلی، سیاست های خارجی. نماینده رسیدگی بکنه، نظارت بکنه که آیا عدالت توی کشور اجرا میشه یا نه، قانون اجرا میشه، در روند عمل کرد و در روند سیاست های داخلی و خارجی. نماینده صاحب نظر، نماینده یک فرد معمولی نیست، یک کشاورز، یک دامدار نمیتونه نماینده باشه. نماینده باید آدم فرهیخته و رجال باشه. اشتباه این مسئله که ما فکر کنیم که ما با یک تفکر میتونیم مملکت اداره کنیم، با یک تفکر میتونیم مجلس اداره بکنیم. اشتباه بزرگ سیاسی است. این محل مجلس محل تفکرات گوناگون هست. همین اندازه طیف که در کشوره، همین اندازه قومیت که در کشوره، همین اندازه اندیشه که در کشوره، باید در مجلس نمایندگان اینها باشه. نماینده نباید به این طور گزینش بشه که ما گزینش میکنه. نماینده باید یک آدم مستقل باشه، نماینده آزاد باشه. اگر نماینده مستقل نباشه، نماینده هیچ درد نمیخوره. الان این همه مشکلات در مملکت ما، چرا صدای مجلس بلند نمیشه؟ چرا صدای نمایندگان بلند نمیشه؟ این همه اعدام های بی‌رویه و زیاد که برای کشور ضرره، برای حاکمیت ضرره، برای ملت ضرره، برای همه ضرره. این همه عدالت که بالاخره تبعیض و نابرابری توی کشور بوده، چرا این صداها از خانه ملت بلند نمیشه؟ این خانه ملتی اگر بالاخره این نباشه، نماینده استقلال نباشه، نماینده آزادی داشته نباشه، نماینده وابسته باشه، و همون فلسفه که در نمایندگی هست، همون فلسفه از دست میره و خانه ملت که نمیشه. برق وظیفه دولت، راه دولت، جاده دولت، این همه کاری وزرا برای چه؟ حالا یک جای نماینده پیگیری بکنه خوب هست، مردم نمیتونم برسم به وزیر، نامه بده، سفارش بکنه، ولی کار نماینده این نیست. کار نماینده اینه که نظارت کنه بر همه سیاست های داخلی و خارجی، این همه اقتصاد و مشکلات افتاده است و مردم
آرامش خود را از دست دادن، راحت از ملک رفته است. هر روز سر صدای اصناف معلمان فریاد میزنند که سفره ندارند و بعض نشستگانند فریاد میکنند، کارگرانند، کارمندانند، عموم مردم و هیچ صدای مؤثری از مجلس بلند نمیشه. نماینده برای همینه نمایندگان باید بازداشتگاه ها را بازدید کنند که در بازداشتگاه ها چه میگذرد. آیا توی بازداشتگاه قانون اجرا میشه؟ قانون که شکنجه را، قانون که اقرار اجباری را ممنوع قرار داده، نماینده نظارت کنه که اینجا قانون اجرا میشه یا نه اینجا ادعای آنچه که دلشون میخواهند. های دختران که به زندانی رفتن، این زنان که رفته، اینا خواهر و مادر امی ملت هم. اینها ابروی همه ما هستند، ابروی ملتن، حیثیت ملت ما زنانن. آیا اینجا حرمتشون تو بازداشتگاه حفظ میشه؟ آیا علما که میروند، علما میرن، آیا اینها حیثیت ملت؟ آیا اینا اونجا آبروشون حفظه، حیثیتشون حفظه؟ دیگه افراد جوانان ما که میرن اکثر مختلف گرفتار زندان میشن، دانشگاهیان، دانشجویان. قانون اجرا میشه یا نه اینجا بلخ سلیقه اجرایه؟ و این اگر نماینده نتوانه این مسائل نظارت بکنه، به نظر من نماینده چه کار میکنه توی مجلس؟ نماینده به این مسئله برق بگذارم، ما برق داشته نباشیم، آب داشته نباشیم، راه داشته نباشیم. حیثیت مهمه، مجد مهمه، شرف مهمه. آیا به شرف این ملت، آیا این ملت که اعتراض کردند نمایندگان نظارت کنند که اعتراض اینها اعتراض سالم در قانون اساسی آمده، اعتراض مسالمت آمیز قانون گفته حق مردمه. آیا وقتی اینا اعتراض مسالمت آمیز کردند و اینها را زدند، کشتن بعضی را، بسیاری را کشتن. یک نمونه شمین بود که اینجا نماز آمدن، چیزی نبود اینجا، در حد سخن و حرفی بود. آیا این مردم گرفتن چه کار کردن با اینها؟ و آیا این اغتشاش هیچ کسی تایید نمی کنه و اغتشاش خلاف قانون، خلاف شرع، ولی اعتراض مسالمت آمیز حق مردمه، قانون گفته. یا قانون تغییر بدید و یا اینکه قانون نمایندگان تغییر بدن. اشکال نداره، نمایندگان اگر نمیتونن همین قانون را تغییر بدن، این خواسته ما از نمایندگان. یا قانون تغییر بدن نمایندگان یا این قانون اجرا کنن. و درسته ما میبگی قانون خیلی ضعف داره، بسیاری مشکلات داره، گرفتاری ما با این قانون بسیاری جا، ما بعضی خیلی چیزای خوب داره، خوبش را باید خوب گفت، ولی خوبش باید اجرا بشه، عملی بشه. اگر اجرا میشد این مشکلات کمتر پیش می آمدن. اگر نمایندگان مجلس مستقل بودن و از طیفه گوناگون بودن و گزینشی نبودن و اگر گزینش سخت ما نمی کردیم و می گذاشتیم که آدمان مستقل شایسته، حالا میگن شایسته سالاری دینی، کدوم شایسته سالاری دینی؟ ما که ندیدیم تو کشوری. شما بهترین شایستگان اقوام که اینجا هستن ما میشناسیم.
در حد وزیرن، شما اونها را ندادید، یک مدیر کلم نگذاشتید. شایسته سالاری دینی نیست بابا، گزینشیه. شما میگردید دنبال فردی که به شما وفادار باشه و فردی باشه که برای شما کار کنه، نتیجه شمیده. فرد مستقل، شایسته، فردی که لائق باشه، اهل باشه. شما اهل کار را، نمایندگی را به اهلش بدید. وزارت را، وزیر کسی باشه که اهله، مدیر کل کسی باشه که اهله. شما کار را به اهلش بدید، ببینید که چه تحول به وجود می آید. ولی وقتی کار که به اهلش نباشه، همینه، شما را گرفتار میکنه، خودش گرفتار میشه، ملت گرفتار میشه. و اگر همونطور که توی دنیای دیگر چه کار میکنن، نمایندگان چگونه انتخاب میکنن، رئیس جمهور چگونه انتخاب میکنن، وزرا را، شما مثل دنیای دیگر عمل کنید. و وقتی که این از 10 فیلتر بیاری رد کنی، نتیجه همین میشه که مجلس هست، اما مجلس این هر مسائلی که الان در کشور جریان داره و این گرفتاری که ملت علا برای ملت پیش آمده، برای همه پیش آمده است. و این نماینده مردم، نماینده حاکم نیستید، شما نماینده دولت نیستید، شما نماینده مردمی. چند اندازه در کنار مردم ایستادید، از حقوق مردم، از عدالت، از آزادی بیان، از آزادی کلام چند اندازه دفاع شده. اگر آزادی بیان بود چرا روزنامه نگاران برن توی زندان؟ من یک چیز دیدم، مثلا من تکان خوردم، 70 وکیل را احضار کردن. قانون وکلا گفته، دبیر قانون وکلا، که 70 نفر وکیل گفته. من فکر کردم که توی این کره خاکی کجا 70 وکیل احضار میکنه؟ خب وکیل همینه که وکالت مردم انجام میدن، از زندانی ها دفاع میکنند، از حقوق مردم دفاع میکنند. شما این وکلا 70 وکلا را که احضار میکنید و بعضی را توی زندان میاندازه دستگاه قضایی، دیگه دید کی جرأت میکنه که باید وکالت انجام بده؟ این کار درست نیست، این به ضرره. وکلا باید آزادیش را داشته باشه، باید آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، آزادی عدالت باشه. چرا که قانونی هستند. من که میگم باید، نه این حکم من نیست و من یک شهروندم. این حکم قانونه، این حکم شریعته، این اسلامه، این سیاست اسلامیه، آزادی. شما بینید که مردم از حضرت رسول صلی الله علیه و مطالبه را پیش کردن. بیان حضرت در یک مسئله صحابی فرمود یا رسول الله اگر این مشوره تو هست من نمیتوانم این بپذیرم، حرف شما هست. و اگر این دستور یعنی حکم خدای، حکم شرعی جنبه تشریع داره من قبول میکنم، ولی اگر این جنبه تشریع نداره، مشورت من صحبت شما را قبول ندارم، من نمیتوانم بپذیرم. صحابی بیان حضرت میگه، یک انسان عادی میگه، آن حضرت میگه نه این حکم، این دستور نیست، یعنی دستور شرعی نیست، این حرف منه، شما میخواید نپذیری نپذیر، این رسول خداست. حکم حکومتی تنها او حکم میتونه باشه که تایید شریعت بخوره، مهر شریعت بر او باشه، مهر شریعت بر هر چیزی بخوره. ولی لحاظ او باید در یک حکومت اسلامی او درسته، ولی اگر شریعت تایید نکنه، نظر حاکم باشه، نظر حضرت رسول نپذیرفتن، گفتگان نظر شماست،
مشورت اگر دستور حکم یعنی حکم خدایی، ما دیگه حرفی نداره. کسی را نظر زنی را گفت که تو با شوهرت زندگی کن، و یا رسول این دستوره یا مشورت؟ گفت نه مشورت. گفت که من نمیتونم با این شوهر زندگی. صاف حضرت جواب داد. حضرت علی را میتون، حضرت علی رضی الله تعالی عنه انتقاد کرد. حضرت علی یک انسان عادی بود ولی مقام والایی داشت، درجه والایی داشت، یکی از اولیاء خدا بود، ولی حضرت علی را به چالش میکشیدن، مرد انتقاد میکردن، حرفش را میزدن. تمام خلفای راشدین. ما وقتی میگیم دین اسلام یا حکومت اسلامی، باید حکومت اسلامی به سری اونها بره، نه اون چی که ما میخواهیم. سیاست باید برابر. من قبلا بین اسلام سیاسی و سیاست اسلامی گفته این دو تا نظر. نظر جمهور مسلمانان همینه که سیاست باید تابع اسلام باشه، تابع دین باشه. در سیاست اسلامی دروغ حرامه و هر نوع خلاف شریعت حرامه. هیچ کسی از خود اختیارات هیچی نداره مگر آنچه که دستور خدا را اجرا بکنه، قانون اجرا بکنه. اما در اسلام سیاسی که دین سیاسیه، این نظریه یک قلیلی از مسلمانانه، یک شاخه از مسلمانانه، و او اینی که هرچی که سیاست تقاضا بکنه همون اسلامه. نه، اسلام سیاسی نیست، سیاست اسلامی باید باشه. همینطور که نماز باید تابع احکام باشه، روزه تک و حج تابع احکام خدا باشه، اگر نباشه حج قبول نیست. حج باید تابع دستور الله باشه. سیاست اسلام سیاست اسلامی درسته. و این مسائل است که امروز ملت نگران کرده. شما رضایت الله در همه حالین بی‌حجابی توی کشور ما و دغدغه مسئولان، دغدغه علما، آئی بی‌حجابی زنان ایرانی با حجاب بودن. چه کار کردیم ما که نبی حجاب شدن؟ اینها نتیجه عمل کرده. واقعیت شما نگاه کنید، این زنها، همین زنها که سرشون علم برانه روسری نمیگذارن، این زنها جلوتر سرشون پوشیده شد بود. رعایت میکردن زنان ایرانی حجاب و پوشیدن. این لباس مشرق زمینه، این لباس مسلمانان بوده. زنان حقوقی کرده و لحاظا این نتیجه عمل کرده. این به هیچ قانون و مصوبه بشنوید از این شهروندتون این حرفا که به قانون درست نمیشه و مسائل خرابتر میشه. شما بیایید روی نگاه کنید که چه چیزی زنانا ناراض کرده. شما رضایت ملت بگیرید، رضایت زنانا بگیرید، زنانا به جایگاه خودشو قرار بدید. به زنان که مادر، همسر، خواهر و دختران و جایگاه رفیع زن داره و بلند زن داره. مگر حضرت زهرا زن نیستن؟ مگر خدیجه الکبری زن نیستن؟ مگر ام المؤمنین و امهات المؤمنین مگر زن نیستن؟ مگر مریم زن نیست؟ چگونه با زنان رفتار کردن؟ بالاخره با زنان با حرمت رفتار بشه، احترام رفتار کنید، با زنان برخورد خشن نکنید. جواب نمیده. شما احترام قائل باشه، حرمت قائل باشه، زنان طرف مشورت قرار بدید، زنان جایگاه بدید در کشور، تبعیض از زنان رفع کنید. شما ببینید که زنان چگونه حرف شما را قبول میکنه یا نمیکنه، زنان چگونه این
علاجه. وقتی درد باقی است، درد باقیه، از علت موجود مبارزه با معلول، این از مسلمات دنیایی که نتیجه نداره. الان مردم گرسنه‌اند، پولشون 43,000 تومنشون $1. 53 انشالله بیام 53 میلیون تومان $1,000، در حالی که 1 میلیون ما $1,000 بود. 400,000 تومان ما اینجا، ما 400,000 تومان به $1,000 داریم. 100,000 به عرض به حضورش $1,000 داریم و ارزانتر. من گفتم که 7 تومانی دلار 7 تومانی را ما تحویل گرفتیم، چرا این دلار بره 53,000 بشه $1 ما؟ و این چه کار میکنه؟ این مردم شکمشون درد میکنه، مردم با مشکلات مواجهن، مردم برای آزادی شکایت دارن، مردم شکایت از عدالت دارن. شما این را حل کنه، شما این را حل کنی، هم حل میشه همه چیز. از مردم سوال بکنید. مردم اصلا، مردم ولی نعمتن. کشور مال همه مردم عمومه، مال ایناست. میشینی با اینه که شما چه میخواهید. افسوس که اگر من به جای شما بودم، من همه چیز در اختیار مردم میگذاشتم. گفتم، من میگفتم که من تسلیم نظرات شما جمهور. اگر 80 میلیون، 70 میلیون هرچه بخواهد، 60 میلیون هرچه بخواهد، ما تسلیم همونه، همین خداپسندانه. الله تعالی به ما توفیق عمل عنایت کنه.